باشید. اهالی شهر به گوش، همه به گوش باشید. چه خبر شده؟ چی میخواد بگه؟ همه به گوش باشید. اهالی شهر به گوش. اهالی شهر به شما مژده میدهم که کار ساختمان مسجد شهر به پایان رسید. جناب فضل ابن ربیع امروز مسجد را افتتاح می کنند. پس به سوی مسجد بشتابید. خیلیش خدا حفظت کنه. خدا چرا برای ما نگه داره؟ خدا عمرت بده. خدا کمکت کنه که بازم مسجد بسازی. خدا به فضل ابن ربیع خیر و برکت بده. خداوند عمرشو زیاد کنه. خدا هر چه بخوای بهت بده. بله خدا هر چه بخوای بهت بده. خدا رو شکر میکنم که کار مسجد به پایان رسید. من خوشحالم که برای شما مؤمنین کاری انجام دادم و محل تازه‌ای برای عبادت ساختم. خدا عمرت بده جناب وزیر. خدا تو رو برای ما نگه داره جناب وزیر. خیلی ممنون. همتون میدونین که این مسجد رو من فقط برای رضای خدا ساختم، ولی چون هر مسجدی بالاخره باید اسمی داشته باشه، من پس از مشورت با خودم به این نتیجه رسیدم اسم خودم رو بذارم. ای فضل خدا به تو پاداش خیر عطا کنه. خدا میدونه که برای چی این کارو کرده. بفرمایید. مسجد فضل بهتر بود می نوشت خانه فضل ابن ربیع. بازم تویی. همون مونده بود که دیوونه هم نظر بدن. دیوانه واقعی اونه. مثل این که سرت به تنت زیادی کرده بولو. ساکت باش. سر من نه، ولی اون اسم اونجا زیادیه. حالا که ساخت این مسجد تموم شد و اسمش هم معلوم شد، برین سر کاراتون. بفرمایید. اگه فضل میتونه اسم خودش رو روی مسجد بذاره، پس چرا دیگران نتونن؟ حالا وقت اونه که سکه های روز مبادا رو در جای درست استفاده کنم. من اول مزدمو میگیرم، بعد سنگو میتراشم. بگی فقط همونی رو که گفتم بنویس. اصلا به من چه که چی میخوای رو سنگ بنویسم؟ من میتراشم. کارت که تموم شد اونو بذار توی این کیسه. فقط بگو که آماده میشه. غروب آماده است، خیالت راحت باشه. عجب دیوونه هایی پیدا میشن. البته برای من که خوبه.
کسی تو مسجد نیست؟ میخوام درو ببندم. کسی تو نمونه؟ حالا بهتر شد. اگه فضل بفهمه دیوونه میشه. آهای کی هستی؟ همون جا که هستی وایسا. با تو هستم. سیاهی کی هستی؟ وایسا. گفتم کی هستی؟ بنده ای از بندگان خدا. ها؟ اسمت چیه؟ روح که نیستی؟ خسته نباشید پهلوانا. اسمم بهلوله. بهلول؟ بهلول بی خودی منو تا اینجا کشوندی. این همون دیوونه بهلوله. بذار بره. تو کیسهش چی داره؟ نکنه شبانه رفته دزدی؟ ها؟ بذار بره. همونو میشناسن. اون نه دروغ میگه نه دزدی میکنه. ولی تا نگه تو کیسهش چی داره نمیذارم بره. فضل ابن ربی توی مگه جوجه که تو کیسه باشه؟ به خدا راست میگم وزیرتون تو کیسه است. کجا میری؟ کار ما هنوز تمام نشده. باید داخل کیسه رو ببینیم. وایسا. بیایید. اینم وزیرتون. اونو به شما میبخشم. وزیر رو به ما ببخش. کجا میری؟ وایسا یه خود بخندیم. مسجد فضل؟ وای خدای من بدبخت شدیم. بیا تا دیر نشده و کسی اونو ندیده عوضش کنیم. بیا ای دیوونه، دیدی چی کار کرد؟ به ما هم کلک زد. باید به سزای کارش برسه. آره بهتره عوضش نکنیم. اگه خبر به گوش وزیر برسه اونو بدجوری مجازات میکنه. آره راست میگی. این دیوونه باید سزای کارشو ببینه. پس بیا بریم که کارش ساخته است. بریم.
تابلوی بهلول رو زدن که عجیبه. واقعا که دیوونه. ببین چقدر پولشو داده. واجد حتما اونو تنبیه میکنه. برید و این دیوونه رو هر جا که هست هر چه زودتر بیارین اینجا پیش من. بله قربان. که برید دیگه. یکی دیگه مسجد رو بسازه اسم آلیدش بهلول دیگه کارش تموم. وزیر خیلی عصبانی. فکر میکنی با اون چی کار میکنه؟ اونهاش دارن میارنه. سلام بر فضل ابن ربیع. مثل اینکه تو نمیخوای سر عقل بیای بهلول. در این زمانه عقل به درد نمیخوره. این شهر رو ببین که چطور دیوانگان به راحتی دور هم جمع شدن و زندگی میکنن و شکایتی هم ندارن. آخه ببینم کی به تو اجازه داده که اسم منو از سردر مسجد بیاری پایین و اسم خودتو بزنی اون بالا؟ اول تو بگو کی به تو اجازه داده که اسم تو روی خونه خدا بزنی؟ شما میشنوید این چی میگه مردم؟ مگه نه این که من این مسجد رو ساختم اونم با دارایی خودم. همه میدونن که بانی این مسجد کیه. مگه تو مسجد رو برای خودت ساختی که میخوای اسم تو روی اون بذاری؟ خب معلومه که نه. پس برای تو چه فرقی داره که نام کی روی سردر مسجد باشه؟ اما همه میدونن که من این مسجد رو ساختم. کدوم عاقلی زحمات خودشو به پای دیگران مینویسه؟ پس بگو مسجد رو برای خودنمایی ساختی نه رضایت خدا. اما خدا شاهده که من اونو فقط برای رضای خودش ساختم. پس میترسی خدا نام تو رو فراموش کنه یا فکر میکنی پاداش کار تو رو به کس دیگه ای بده؟ نه کاملا رو حساب حقش خیلی منطقیه. من قبولش دارم. خیلی درسته. راست میگی، حق با توه. من فکر کردم اگه اسمم رو مسجد باشه خدا همیشه به یاد منه، ولی تو حقیقت رو به من نشون دادی. ازت ممنون. ولی اینو به یاد داشته باش که این ما هستیم که باید همواره به یاد او باشیم، نه او همیشه به خاطر کرمش بیش از استحقاقمون به ما لطف داره، ولی این ما هستیم که همیشه الطاف خداوند رو فراموش میکنیم. ای مردم، من اسمم از روی این مسجد بر میدارم و هر نامی که بهلول دانا بگه روی کتیبه می نویسم. بهلول، اسم این مسجد رو چی بذاریم؟ برای خانه خدا چه نامی بهتر از نام خداوند؟ بله بله. بله بهلوله.